به نام خدا، فرزی طالبی هستم. اشکالی اینو داشتم که در سلسله نشست‌های سمینارهای هفته به هفته در خدمت شما بزرگواران قرار بگیرم. در مورد یک موضوع کمی متفاوت‌تر با موضوعات قبلی قرار صحبت کنیم. موضوعی که بیشتر آمیخته با تاریخ است. آلن تورینگ، انیگما و تغییر مسیر جنگ جهانی دوم. ارائه به طور کلی به دو بخش تقسیم شده. در بخش اول ماشین انیگما رو بررسی خواهیم کرد. قبل از بررسی ماشین انیگما پیش درآمدی تاریخی از موضوع خواهیم داشت تا بفهمیم چه اقداماتی باعث شده که انیگما ساخته بشه. بعد از اون در بخش دوم ضعف‌های انیگما رو بررسی خواهیم کرد. واقعا خواهیم دید متفقین چگونه ماشین بمب رو ساختن و این ماشین بمب چگونه سرنوشت تاریخ رو برای همیشه عوض کرد. بررسی ریشه‌های دانش و فناوری در قرن 21 بدون در نظر گرفتن جنگ جهانی دوم همچون دیدن قله یک کوه خیس بدون توجه به بمب. در نیمه نخست قرن 20 جهان درگیر جنگ‌های متعددی گشت. علیرغم زشتی‌ها و فجایعی که برمغان آورد، چون امپراتوری‌های بزرگ رو در روی هم قرار گرفتن، سبب پیشرفت هر چه بیشتر علم شد. از بزرگترین تحولات در این دوران تولد کامپیوترها میباشد. در این ارائه نگاهی خواهیم داشت و نحوه کارکرد انیگما و شکست شدن آن در جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی اولین باری بود که ارتباطات پیشین رادیویی وارد میدان نبرد شد. قبل از اون تلگراف‌ها رو میفرستادن، حالا یا میرسید یا نمیرسید، اما برای اولین بار فرماندهان تونستن با ارتباط پیشین به راحتی با سربازانشون در ارتباط باشن. اما مشکل داشت. مشکلش این بود که طرف مقابل و دشمن به راحتی میتونست پیام رو شنود کنه، دیکریپت کنه یا بخونه. خاطر اینکه رمزنگارهایی که استفاده میشد مربوط به صدها سال قبل بود و تا الان الگوریتم شکسته شدن آنها مشخص شده بود. اکنون نیازی به ماشینی که برای رمزنگاری بیش از همیشه احساس میشد. اینجا بود که جنگ جهانی اول میدان رو برای پیشرفت علم رمزنگاری هموار کرد. سال 2003 طبق اسنادی که کشف شد متوجه شدیم که برای اولین بار ماشینی بر مبنای چرخنده یا روتور دو تا افسر هلندی به نام ون هینگل و اشپیگلر برای اولین بار طرحشون رو ریختن و اختراعش رو ثبت کردن و این اختراع مربوط به آرتور شربیوس آلمانی نیست. دو افسر هلندی طی دعوی حقوقی که با آقای هوگو کوخ در هلند داشتن دادگاه رو می‌بازن به خاطر اینکه وکیلشون برادر زن آقای کوخ بود. آقای کوخ اطلاعات رو منتقل میکنه به آقای شربیوس و این آلمان هسته که برای اولین بار طرح ماشین انیگما رو می‌ریزن. آقای شربیوس سال 1918 در اواخر جنگ جهانی اول برای اولین بار ماشینی به نام انیگما رو ثبت می‌کنه که البته در ابتدا اسمش انیگما نبود. بعداً نام انیگما یا معما رو گرفت. در ابتدا یه دونه تایپ‌رایتر بسیار ساده بود. سال 1918 جایی که شربیوس می‌خواست ماشینش رو به نیروی دریایی آلمان‌ها بفروشه، نیروی دریایی آلمان قبول نمی‌کنه. میگه تمام رمزهای ما توی جنگ جهانی اول سیف بوده و تا حالا شکسته نشده. از بخت و اقبال خوبی که آقای آرتور شربیوس داشت، سال بعد 1919 بعد از اتمام جنگ بریتانیا اسنادی رو منتشر می‌کنه که در اون اسناد به این اشاره میشه که تمام رمزهای آلمان‌ها بدون استثنا در جنگ جهانی اول شکسته شده. محرک‌ترین این رمزها پیامی بود که دولت آلمان به دولت مکزیک فرستاده بود. از مکزیک درخواست کرده بود اگر آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ بشه، به نواحی جنوبی آمریکا که تگزاس میشه و قبلا تحت اختیار امپراتوری مکزیک بود حمله کنه. این تلگراف شروط میشه و آمریکا به نفع متفقین وارد جنگ میشه و رویای امپراتوری بزرگ آلمان رو برای اولین بار به پایان میبره. سال 1923 آقای آرتور شربیوس ماشینش رو بهبود میده، عملکردش بهتر میشه و از یک تایپرایتر ساده خارج میشه، تبدیل به یک ماشینی برای رمزنگاری میشه برای اولین بار. اینجاست که نیروی دریایی آلمان به دنبال این میفته که این ماشین رو خریداری کنه و در بازهای نظامی ازش استفاده کنه. سال 1926 انیگما به طور رسمی توسط نیروی دریایی آلمان خریداری میشه. سال 1939 آلمان به لهستان هم حمله میکنه. بعد صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد، آتش جنگی افروخته شد که رویای صلح رو برای همیشه برباد داد. از مهمترین بازیگران این جنگ انیگماست. انیگمایی که شربیوس اختراع کرده بود. شربیوس در حال سال 1929 به حادثه‌ای از دنیا میره که هیچ وقت نمی‌فهمیم ماشینش چه نقش مهمی در تاریخ بازی خواهد کرد. در اولیه انیگما رو مشاهده کنید. این طرح دقیقاً همون طرحی است که اون دو تا افسر هلندی
به ثبت اختراع رسونده بودن، ولی نهایتاً به اسم آقای شیریوس به اتمام میرسه. انیگما یکی از قوی‌ترین رمزنگاری‌ها رو در اختیار ارتش آلمان قرار داده بود که گسترش ماشین جنگ نازی‌ها کمک شایانی داشت. در اینجا بررسی بخش تاریخی و پیش‌درآمد تاریخی موضوع به اتمام میرسه و بهتره یکم تکنیکال‌تر بررسی کنیم که انیگما از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه کار می‌کرد. به طور کلی انیگما از 3 بخش تشکیل می‌شد. در جلوی ماشین روترهای چرخ‌دندان داشتن. روترها حاوی 26 ورودی یا پین بودن که نمایش دهنده 26 حرف حروف الفبای انگلیسی بود. یک صفحه کلید داشتن که استانداردش مثل کیبوردهای امروزی ما هستش. وقتی یک دونه حرف رو در کیبورد فشار می‌دادن، یک حرفی در لامپ بورد روشن می‌شد که اون حرف انکریپت شده بود. نهایتاً واحدهای نظامی برای پیچیده کردن هرچه بیشتر پیام تراکبورد یا صفحه فیش رو به ماشین انیگما استفاده اضافه کرده بودند. در صفحه فیش حروف با کاپ‌ها به هم وصل می‌شدن و یک درهمسازی پیچیده‌تری از پیغام را به ما میداد. در ادامه در جدولی بررسی خواهیم کرد که تعداد حالات این تراکبورد چقدر خواهد بود. انیگما 2 تا ویژگی اساسی داشت. یکیش عیبش بود و یکیش منفعتش بود. عیبش این بود هیچ حرفی به خودش رمز نمی‌شد. یعنی ای را اگه فشار می‌دادیم هرگز ای نمی‌شد. این رو بعداً تورینگ و دانشمندان لهستانی استفاده می‌کنن تا این رمز رو بشکنن. اما منفعت بزرگی داشت که در تاریخ بی‌سابقه بود تا اون لحظه این بود که اگر یک حرف رو هر چقدر فشار می‌دادیم به حروف مختلف تبدیل می‌شد. با هم تست خواهیم کرد توی یک محیط آنلاین. مثلا ای رو 25 بار اگه فشار می‌دادیم به حرف‌های مختلفی رمز می‌شد و لزوماً به یک دونه او تبدیل نمی‌شد. اجزای انیگما رو از نزدیکتر اینجا مشاهده می‌کنیم. تراکبورد که با کاپ‌ها و هم وصل شدن. روتره که می‌تونستیم حالت اولیه رو باش تنظیم کنیم، یعنی بگیم ABC حالت اولیه که ما روترمون با تنظیم میشه واسه رمز کردن. کیبورد و پنل لامپ که واسه اینکریپت کردن یک حرف مورد استفاده قرار میگیره. در این جدول پیچیدگی تراکبورد رو بررسی کردیم. دو فرمول‌هایی که دانشمندان و آماردان‌های آلمانی به دست آورده بودن، همچنین اعداد عجیب و غریب و نجومی دست پیدا می‌کردیم. آلمان‌ها ترجیح داده بودن که از 10 تاپ استفاده کنن، نه از 11 تاپ. دلیلش تا امروز هم مشخص نیستش که چرا 11 تاپ که در همسازی بیشتری داره انتخاب نکردن. اما 10 تاپ به حدی که ما در همسازی میداد که با ترکیب شدن با اجزای دیگه انیگما باید 100 دانشمند انگلیسی به مدت 100 سال روزی 10 ساعت کار می‌کردن تا انیگما رو بشکنن. روترهای انیگما قلب انیگما هستن. مهمترین بخش انیگما روترهاش هستن. روترها یک قطعه مکانیکی هستن که در بین اونها توسط کاپ‌ها و سیم‌ها به هم وصل شدن. و این باعث میشه که ما به انیگما یک ماشین الکترومکانیکی بگیم، نه یک مکانیکی ثابت که تا اون روز استفاده میشد. پل ارتباط بین کیبورد و پنل لامپ روترها بودن. جریانی از سمت کیبورد به سمت روترها ارسال میشد و این روترها بوده که در همسازی ما انجام میدادن و دوباره جریان رو بازتاب میدادن و در پنل لامپ حرفی نمایش داده میشد. اگر ما یک بار حرف ای رو فشار میدادیم سمت راست‌ترین روتر یک دفعه میچرخید. اگه 26 بار فشار میدادیم یک حرف روتر اول به طور کامل یک دور میزد. الان نوبت روتر دوم میرسه. بعد از چرخش کامل روتر دوم روتر سوم وارد عمل میشه که 26 به توان 3 حالت به ما میده. واحدهای نظامی نیروی دریایی آلمان کریگسمارین این دستگاه رو پیچیده را کردن. انیگمای 4 روتره رو وارد بازار کردن که بعداً با کارل دونیتز فرمانده کل قوای نیروی دریایی آلمان که صحبت کردن و مصاحبه کردن دلیل این مورد رو پرسیدن. آیا شما میدونستید رمزتون شکسته شده در جنگ جهانی دوم و به خاطر پیچیده کردن این قضیه این رو اضافه کردید؟ دونیتز جواب میده که نه، ما فقط این رو از ترس جاسوسا انجام داده بودیم و هرگز فکر نکردیم که رمزهای آلمان شکسته شده. این همون تکبری که آلمان‌ها در جنگ جهانی اول داشتن. فکر نمی‌کردن که هیچ تکنولوژی به وجود بیاد که بتونه رمزاشون رو بشکنه. اما ارسال پیام با انیگما به چه شکلی بود؟ یه دونه کلید روزانه داشتیم، یه دونه کلید پیام داشتیم. کلید روزانه طی دفترچه‌های به واحدهای نظامی ارسال می‌شد در اول هر ماه که میگفت در چه ساعتی، در چه روزی و در چه دقیقه‌ای از چه کلیدی باید استفاده کنید. پس این یه چیزی از پیش تعیین شده بود و می‌دونستن. احتمالاً طرف مقابل هم می‌تونست به دست بیاره. البته تدابیری برای این موضوع اندیشیده بودن. اما کلید پیام کلیدی که خود اپراتور تعیین می‌کرد. اپراتور یک شخصی بود مثل من و شما، میتونست یک حرفی رو انتخاب کنه. طبعاً میتونست اشتباه هم کنه و باعث ضعف انیگما میتونست بشه.
اما برای تنظیم کردن انیگما از یک باکس 5 تایی 3 تا روتر انتخاب می‌کردن. 3 تا روتر می‌تونستن در همسازی دیگه‌ای به ما بدن. هر جایگشتی که داشتیم می‌تونستن انتخاب سایز 5 داشتن. 3 فاکتوریال رو انتخاب می‌دادن. این باعث می‌شد که پیچیده باز هم بشه رمز. بعد از اینکه بازتاب کننده رو شیفت می‌دادن، حالا روترها رو می‌ذاشتن، باید تنظیمات حالت اولیه رو انجام می‌دادن. طبق همون دفترچه‌ای که در اختیارشون قرار گرفته بود. تا اینجا کار خاصی نمی‌کنن، همه چیز بر روی اصول پیش میره تا جایی که انتخاب کلید 3 حرفی به دست میاد. کلید 3 حرفی انقلابی در انیگما بود که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه بررسی خواهیم کرد که کلید 3 حرفی رو چطور انتخاب می‌کنیم. مدار ساده انیگما رو می‌بینیم، خیلی ساده شده، تقریبا بی‌شتر از اینه. مثلا حرف ای را که فشار بدیم، یک مداری بسته میشه، جریان به سمت باتری به سمت روترها گسیل میشه. بعد از اینکه به بازتاب دهنده می‌خوره، دوباره جریان باز میگرده و بعد از بازتاب شدن در لامپ بورد یک حرفی روشن میشه. توی این مثال میتونیم بهتر دنبال کنیم که انیگما چطور یک حرف رو رمز می‌کرد. فرض کنید روی کیبوردمون حرف ای رو فشار میدیم. حرف ای رو در بلاک بورد با کابل به حرف جی وصل کردیم. این حرف جی که دیگه جریانش گسیل پیدا میکنه به سمت روترها، نه این جی میره به سمت روترها، 3 بار در رفت رمز میشه، به بازتاب کننده میخوره، 3 بار دیگه بازم رمز میشه و برمیگرده. بعد از اینکه حرف رمز شده که باز برمیگرده زد هستش، دوباره زد رو ما با کاب وصل کردیم به حرف اس. نهایت این حرف اس که در لامپ بورد روشن میشه. میبینید که 2 بار در بلاک بوردمون حرف رمز شده، 6 بار هم در روترمون. پیش بینی اینکه چه حرفی به چه حرفی قرار تبدیل بشه عملاً غیر ممکن بود. دریافت پیام شاید براتون مورد سوال باشه که چطور میتونستن پیام رو دریافت کنن که اینقدر پیچیده بود. به سادگی اگر طرفین توافق میکردن که طبق همون دفترچه ماشینشون رو فعال سازی کنن و تنظیم کنن، به راحتی میتونستن با توافق همون جزئیاتی که در پیشتر اشاره شد پیام رو دریافت کنن. در ادامه با یک مثال عملی بررسی خواهیم کرد که هیچ فرقی نمی‌کنه پیام مثالش رو دریافتش. اما نهایتاً اگه طرف مقابل اینا خبری داشت که رمز کلید چیه، تنظیمات چیه، باید عدد باور نکردنی رو بریم شد که گفتم 100 دانشمند باید 100 سال کار می‌کردن به مدت روزی 10 سال تا با این بشه. و این باعث غرور آلمانی شده بود که رمز ما هیچ وقت کسی نخواهد شد. پس غیر ممکن چگونه ممکن گشت؟ آقای آلن تورینگ از سال 1937 شروع کرده بود برای کار برای رمزها، چون احتمال میداد آلمان و انگلیس دوباره وارد جنگ میشن. پس به این نتیجه رسیده بود با بررسی رمزهایی که قبلا اینکریپت شدن که هدف حل رمز به خودی خود نیست، بلکه باید حالاتی که متناقض هستن احتمالاً جواب نیستن رو از اون دیتا ستمون حذف کنیم. این باعث میشه که میلیون‌ها و میلیاردها حالت در کسری از ثانیه حذف بشه. هدف آلن تورینگ این بود که یک ماشین جهانی بسازه که اون کاری که انسان انجام میده رو بتونه انجام بده. پایه‌گذاری هوش مصنوعی از همین جنگ جهانی دوم و همین عملیات رو خواهد کرد. در اینجا بخش اول ارائه به اتمام میرسه. بررسی کردیم که چی باعث شده بود انیگما اختراع بشه و انیگما چطور کار می‌کرد. پیش از ادامه و رفتن به بخش بعدی بهتره که با مثالی بررسی کنیم که انیگما چطور پیام‌ها رو رمز می‌کنه. نمونه از ماشین انیگما M3 طراحی شده. ما میتونیم این ماشین رو طبق گفته‌هامون فعال کنیم تا یک پیام رو با عبارت رو رمز کنیم. توی منوی بالای همون روترهامون قرار داره که خوب نمایش داده نمیشه، اما به هر حال روترها رو میتونیم انتخاب کنیم. میبینید که روترها 1 تا 5 هستن. میتونیم از اون باکس 5 تایمون روترها رو انتخاب کنیم. من همون 1 2 3 انتخاب میکنم. میتونیم یه دونه کلید روزانه رینگ ستینگ بهش بدیم، ABC بذاریم. البته ABC گذاشتن اصلا اون ضعف‌های اپراتور بود که
طرف مقابل اولین تستی که میکرد این بود که ABC رو بزنه یا مثلا QWE رو بزنه که تو کیبورد اجازه. به هر حال کلید روزانه‌ای که گفتم خود اپراتور باید انتخاب میکرد و انتخاب میکنیم. HIJ رو من انتخاب میکنم. پس شد ABC HIJ. ستینگمون کامله. الان میخوام یه دونه حرف رو رمز کنیم. حرف ای رو انیگما رو میخوام رمز کنم. ای رو میزنم روی لامپ یک حرف روشن میشه J. N رو میزنم Q روشن میشه. I رو میزنم T روشن میشه. و همینطور میتونیم یه دونه عبارت رو رمز کنیم. پایین میبینیم که انیگما تبدیل شده به سایفرتکس روبرو. از طرفی هم اگه ای رو چندین بار فشار بدم چندین حرف مختلف به ما خواهد داد. اول S میشه، بعد W میشه، بعد P میشه، بعد O میشه، بعد S میشه، دوباره P J. اصلا هیچ الگوریتم خاصی نداره و هر حرفی که درش بخواد میتونه تبدیل بشه. اما چطور میتونستیم این رمز رو دیکریپت کنیم؟ از این منو دیکریپت رو انتخاب میکنیم با همون تنظیمات اولیه که داشتیم HIJ. اگه انیگما رو عبارتی که رمز شده بود رو دوباره بزنیم انیگما رو خواهد داد. متاسفانه از یادم رفت فکر کنم با J شروع نه با J شروع شد. با G دوباره رمز میکنیم. توی انکریپت از AAA استفاده میکنم. عبارت این دو رو زدم QOVXZ به دست میاد. QOV حالا میاد که منوی دیکریپت دوباره ببین کی رو بزنیم ای رو میده او رو بزنیم این رو میده بی هم بزنیم آی رو میده ادامهش ادامه بدیم همون انیگما رو به ما میده. پس به راحتی میشه طرف اپراتور میتونست رمزی که دریافت کرده رو دیکریپت کنه. حالا وقتشه که بخش دوم ارائه رو ادامه بدیم. قرار بررسی کنیم که انیگما چه ضعفایی داشت و متفقین چطور تونستن این ماشین رو رمزگشایی کنن. پیش از ادامه بهتره خطر زیردریایی‌ها رو بررسی کنیم. چرچیل نخست وزیر بریتانیا جای اشاره می‌کنه که تنها چیزی که من رو در دوران جنگ واقعا وحشت‌زده کرد خطر زیردریایی‌ها بود. آلمان که کشور متحدش رو سال 1871 توسط آتو وون بیسمارک تشکیل داده بود خیلی زود گله‌های ترقی رو طی کرد. سال 1901 اولین زیردریایی‌ها رو عملیاتی کرد. نهایتاً همین زیردریایی‌ها بودن که در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفتن. هدف زیردریایی‌ها این بود که ارتباط بین بریتانیا و آمریکا رو قطع کنن. اگر ارتباط بین بریتانیا و آمریکا قطع می‌شد، نمی‌تونستن تجهیزات و تدارکات لازم رو دریافت کنن. غذا بهشون نمی‌رسید، سوخت بهشون نمی‌رسید و بریتانیا دچار قحطی می‌شد. سال 1940 این اتفاق افتاده بود. بریتانیا در آستانه فروپاشی بود. اینجا جایی بود که عملیات اولترا، عملیات فوق سری ارتش انگلیس آغاز میشه. الان تورینگ و بقیه دانشمندهای انگلیسی در پارک بلچلی سعی میکنن که انیگما رو برای اولین بار بشکنن. اما شروع کار از اینجا نیستش. ضعف‌های انیگما رو به طور خلاصه بیشتر از این اشاره کردیم. اپراتور میتونه سهل‌نمایی کنه، QW رو انتخاب کنه که کیبورد نشستن. ماشین انیگما میتونه لو بره، دفترچه‌هاش لو بره. البته آلمان‌ها تدابیر اندیشیده بودن که اگه لو رفت جلوشو بگیرن. مثلا با جوهر قرمز در یک دفترچه صورتی واسه نیروهای دریاییشون کدبوک‌ها رو چاپ می‌کردن. اگه غرق می‌شد کشتیشون طبعاً جوهر حل می‌شد و نمی‌تونست به دست متقابل برسه. بعداً این رو کشف کرد که آقای آلن تورینگ هیچ حرفی به خودش در پروسه رمز شدن رمز نمیشه. اما جای اعتماد به نفس کاذب آلمانی‌ها هم بی‌دلیل نباشه.
اعتماد به نفس کاذب آلمانی هم نقش بزرگی رو در دیکریپت کردن انیگما بازی کرد. آلمانی‌هایی که معتقد بودن هرگز رمزشون شکسته نخواهد شد به خاطر اینکه یک الگوریتم پیچیده پشتش شد. شروع به شکستن کد از سال 1939 شروع نمیشه. تاریخ سال 1932 شروع به نوشتن خودش کرده بود. جایی که جاسوسی آلمانی به نام هانز شمیت دفترچه‌های کد و خود انیگما رو به فرانسه می‌فروشه. فرانسه که متحد لهستان بود، اینو با دانشمندان لهستانی در اختیار دانشمندان لهستانی قرار میده و آقای ماریان نیفسکی و سایر دانشمندان لهستانی شروع به کار میکنن. در ابتدا هیچ پیشرفت خاصی بهشون دست نمیده و نمیتونن جلو برن، چون نمیتونن سر در بیارن که این انیگما چطور کار میکنه. اما جایی که ماریان نیفسکی وارد کار میشه، توسط الگوریتم‌های ریاضی که ازشون استفاده میکنه، ماشین بمبا رو میسازه. ماشین بمبایی که میتونست ریورس انجینیرینگ انجام بده و انیگما رو بشکنه. اما ماشین قوی نبود. برای اینکه ماشین بمبا بتونه کار کنه، باید 100,000 اپراتور 10 ساعت کار می‌کردن تا یه دونه کد انیگما رو بشکنه. بعد از شکسته شدنش هم عملیات تمام شده. وقتی که انیگما پیچیده شد، کد پیام رو که بررسی کردیم بهش اضافه کردن، اینجا بود که لهستان دید نمیتونه خودش کار جلو ببره. از بریتانیا خواهش کرد که وارد عملیات بشه که بریتانیا خودش پیش‌بینی کرده بود همچین اتفاقی خواهد افتاد. اینجا بود که تاریخ واقعا شروع به نوشتن کرد. جایی که در پارک بلچلی دانشمندان بریتانیایی و به رهبری آلن توریینگ شروع بر روی کار بزرگترین پروژه‌ای تا اون لحظه برای انسان شناخته شده بود کردن. آلن توریینگ با الهام گرفتن از ماشین بمبای لهستانی ماشین بمب ساخت. ماشین بمبی که ابعادی به اندازه این اتاق داشت. یک ماشین عظیم و جثه بود و به خاطر همین اسمش رو بمب گذاشته بودن. هر بار که درام‌ها کار می‌کردن صدای مهیبی تولید می‌کرد. این ماشین از 36 انیگما تشکیل شده بود که هر روتر انیگما رو با یه دونه درام مپ کرده بودن و درام‌هایی که می‌بینید کار همون روترها رو انجام می‌دادن. اساس کارش همون تفکر نیمه هوشمندی بود که آقای توریینگ پیشتر به اون اشاره کرده بود. حالات متناقض رو با استفاده از حمله‌ای به نام حمله کرایب قصد داشت که حذف کنه. عملیات پیچیده‌ای بود و چندین سال وقت برد. اما نهایتاً می 1941 اولین رمز آلمان‌ها شکسته میشه. بهتره بررسی کنیم که حمله کرایب چی بود و چطور انجام میشد. فرض کنید یه دونه متن رمز شده داریم. این کرایب بالای همون کرایبی که در حمله نورماندی استفاده شده، جایی که متفقین از سواحل نورماندی در غرب فرانسه فرود میان و قصد دارن که برای یک بار برای همیشه به رویای امپراتوری هزار ساله آنها پایان بدن. توریینگ که از 1937 شروع کرده بود بخونه که رمزها چطور کار میکنن و چطور میتونن شکسته بشن، حدس زد که آلمان‌ها یک ساختار پیامشون ساختار نداره، یعنی با یک عبارت به خصوص شروع میشه و با عبارت به خصوصی تمام میشه و حدس میزد که حتما به وضعیت آب و هوایی اشاره میشه. عبارت آلمانی نشان دهنده وضعیت آب و هوایی در اون شهر هستش. میاد کرایب رو با متن رمز شده مپ میکنه، دونه شیفت میده به سمت راست. اگه تناقضی به وجود نیامد، هیچ حرفی به خودش مپ نشد، این رو دونسته بود هیچ حرفی به خودش مپ نخواهد شد در این پلان. بعد از ادامه دادن حالا چندین مرحله که توسط ماشین بمب انجام میشد و منوی بمب در ادامه ساخته خواهد شد، به عبارت پنجم میرسیم. می‌بینید که تناقضی وجود نداره. اگر تناقضی وجود نداشته باشه، این یک چیز احتمالیه. بعد از مپ شدن گرافی ساخته میشه به نام باز گراف کرایب. تو گراف کرایب در موقعیت درهم کننده ها و رمزها با هم دیگه ست میشن، مپ میشن و بررسی میشه. بمب شروع به کار میکنه. هر چقدر منو بهتر باشه، یعنی تناقض‌های کمتری وجود داره. اگه تناقض کمتری داشته باشه، کلید احتمالاً جوابه. اگه هم حالت تناقضی وجود داشت، متوقف میشه، یک اخطاری رو به اپراتور میده و دوباره عملیات از اول رخ میده. اما کل همین عملیات به کسری از ثانیه رخ میده. و سریعا ماشین بمب که 36 انیگما تشکیل شده بود، میتونست ماشین پیچیده انیگما رو دیکریپت کنه. می 1941 جایی بود که امپراتوری آلمان به بزرگترین وسعت خودش رسیده بود.
جایی بود که بریتانیا تهدید رو احساس کرد که احتمالاً کشورشون سقوط خواهد کرد. بعد از ساخت ماشین بمب‌ها و بمب تونستن رمز انیگما رو بشکنن. اما این شکستن رمز انیگما چه ربطی داره به تغییر تاریخ؟ چگونه امروز ما زندگیمون تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفته؟ نبرد آفغان قبل از این بهش اشاره شد. جایی بود که بریتانیا در آستانه قحطی بود. بعد از فهمیدن رمزهای آلمان‌ها خط دفاعی آلمان‌ها شکسته میشه و فکر کنم نزدیک 3000 تا یوبوت آلمانی غرق میشن، محاصره بریتانیا شکسته میشه و بریتانیا سقوط نمی‌کنه. از طرفی در شمال آفریقا که آلمان در حال پیشروی به سمت العلمی بود، داشت به خاورمیانه میرسید، از طریق ناپ قرار بود بهشون تجهیزاتی وارد بشه. تجهیزات ردگیری میشه، کشتی غرق میشه و هرگز مهمات لازم به رومل نمیرسه. رومل در العلمین شکست میکنه و هرگز پای آلمان ها به خاورمیانه باز نمیشه. اینجاست که متفقین پیشرویشون رو ادامه میدن. آلمان ها به دنبال افزودن ماسه و شن به ساعتشون بودن، اما تیک تاک ساعت فعال شده بود. امپراتوری 1000 سالشون در کمتر از 4 سال آینده با فاجعه‌ای روبرو خواهد شد. فاجعه‌ای که تا همین امروز هم گریبانگیرشون هست. از طرفی بر روی تکنولوژی هم تاثیر داشته این اقدام. جاه طلبی که بریتانیایی‌ها بعد از ماشین بمب به دست آوردن باعث شد که اولین کامپیوتر رو اختراع کنند. اول کامپیوتری به نام کلوسوسی که برای شکستن رمزهای لورنز در ادامه جنگ استفاده شد. کلوسوسی که قدرتی برابر با پردازنده‌های اینتل که 30 سال بعد ساخته شدن داشت. همچنین تفکر نیمه هوشمندی که برای اولین بار آقای تورینگ مطرح کرد، پایه‌گذار هوش مصنوعی شد و زندگی امروز ما را تا همین الان متقابل کرده. ممنون از حسن توجه شما.